تو از بین 100 تا گیر دادی به یکی. من یاسیم. ما تو کلکل هر روز با یه چالش جدید روبرو میشیم. بهناز در نقش عکاس و آنیتا در نقش مدیر مارکتینگ برند. داستان از اونجای شروع شد که بهناز 100 تا عکس گرفته بود و فقط توی 2 تا عکس چشم مدل بسته بود، ولی آنیتا دقیقاً گیر داده بود و همون 2 تا عکس. حالا کلکل از این قراره. قضیه از این قراره. ما در اصل به شما اومدیم 100 تا فریم عکس تحویل دادیم و ما کاری که میکنیم اصولا من و تیمم که خیلی بهشون اعتماد دارم اینه که چند تا فریم عکس بهتون تحویل میدن و عکسای منتخب رو بهتون تحویل میدن. شما میتونین از بین اون عکسایی که میخواین رو انتخاب کنین، ولی لزوما این 2 تایی که مدل چشمش بسته است میتونه انتخاب نشه از توش. خب من سوالم اینه که شما چرا این 2 تا عکس اصلا توی عکسای انتخابی به ما دادین؟ متاسفانه این اتفاقی بوده که توسط تیم و بچه‌هایی که عکس‌ها رو انتخاب کردن افتاده، ولی من وقتی اومدم بازبینی کردم عکس‌ها رو متوجه شدم که این 2 تا از لحاظ زاویه‌ای عکسای بدی نیستن و شاید بتونیم با یه سری ادیت‌ها اینا رو درست کنیم و استفاده کنیم. به هر حال من نگاه کردم و پوز مشابه این 2 تا عکس تو هیچ عکس دیگه نیست و ما تاکید کرده بودیم که عکس‌های فول لوکی رو احتیاج داریم که فقط این 2 تا عکس هستن که چشمای مدل بسته است. همونطور که میدونین اصولاً یه اتفاقی که توی عکاسی‌ها میفته اینه که ما میایم هر کدوم از فریم‌ها رو چند تا شات میگیریم. توی شات‌های بعدی مشابه این عکس وجود داره، فقط ممکنه زاویه پای مدلی کم متغیر باشه که باز اونم به نظرم چیزیه که حتی بهترش هم نه میمی که صورتش هم مشابه نیست. بازنده بردم برنده دیگه تو 10 ثانیه چرا؟ آدم نشون داد که دیگه